یک زن حامله‌دار تاجیک در داخل هواپیما، یعنی که در داخل سمالیات کودک به دنیا آورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر، نوار امروزه ما درباره همان زنی که در داخل هواپیما کودک به دنیا آورد. البته این یک خیلی خبر خوش هست و باوری کامل دارم که بار اول چنین حالت را میبینیم. خوب دوستان عزیز، از شما خواهش میکنم که این ثبت را تا آخر گوش کرده و پهن کنید. روز 27 ایون سال 2021 زن و شوهر برای سفر به فدراسیون روسیه از تاجیکستان روان می شوند. وقتی می بینند که زن حامله‌دار است و میگوید که از آنها میپرسند، میگویند که کی به دنیا باید کودک بیاید. شوهر این زن میگوید حالا وقت است، اما هر آن چیزی که خدا خواهد همان می شود. آنها وقتی به هواپیما داخل می شوند و می نشینند، بعد از چند لحظه زن را درد فرا می گیرد و در آن حالت که البته هواپیما که در آسمان بود دیگر چاره نداشت و تشکر زیاد به آن زنهایی که در داخل هواپیما خدمت میکردند به مردم. آنها نیز با کمک آنها این زن تاجیک کودکش را ساق سلامت به دنیا آورد. البته خداوند هر کس را در هر جای میتواند که به دنیا بیاورد و میتواند که جان او را قبض کند. برای همین دوستان عزیز، با قدرت خداوند شکی نیست و امیدوارم که این پدر و مادر خیلی خوش هستند، خیلی شاد هستند و جایی که میخواهند روند، البته 2 نفر بودند 3 نفر شده به آنجا رسیدند. خداوند بر همه بندگانش، کسانی که در آرزوی فرزند هست، به آرزوهایشان برساند و کسانی که فرزند بسیار دارند به قدر فرزند و به قدر این نعمت خداوند برسند.